دوستان عزیز، یک گزارش از تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم در تلویزیون اینترنشنال پخش شد که بیشتر از خود گزارش اونچه که در پشت صحنه مصاحبه ها اتفاق افتاد حاشیه ساز شد. از همون ابتدا که به صورت زنده به گزارشگر در صحنه وصل میشه، ما میبینیم که یک خانم با یک عکس رضا پهلوی در دست که اصلاً حواسش به دوربین نیست توی قاب تصویر خودنمایی میکنه. جدا از اینکه چرا زیر عکس نوشته رضا پهلوی و آیا این غلط املایی هست یا نه، همون اول کار شما متوجه میشید که این خانم اصلاً اتفاقی اونجا وای نستاده، بلکه یک نفر از بیرون داره کنترلش میکنه تا عکس رو طوری بگیره که به طور کامل در تصویر دیده بشه. از اونجایی که میبینه اصلاً امکان پذیر نیست که پشت به دوربین عکس رو توی تصویر نگه داره، تعارف رو کنار میذاره و کامل برمیگرده به سمت دوربین و از اون سناریوی اولیه که میخواست وانمود کنه که مثلا یکی از تظاهر کننده هاست که عکس پهلوی در دستشونه کوتاه میاد و میگه نه، من اومدم اینجا که این عکس رو توی دوربین نگه دارم و تمام تلاشش هم اینه که در هر پوزیشنی این عکس از قاب تصویر خارج نشه. حالا گزارشگر اینترنشنال اومده این موقعیت رو در تراس بالای جمعیت انتخاب کرده و حتی خودش رو از تصویر میکشه بیرون تا در پشت صحنه مصاحبه ها ماکسیموم تصویر از جمعیت رو داشته باشه. اما میبینیم که این خانم عشق دوربین در کمال بی‌نزاکتی با این عکسش تمام جمعیت رو میپوشونه و بعد هم اصرار داره که چهره خودش هم دیده بشه. یعنی یه حسین دوربینی با ورژن سلطنت طلبش. به همین دلیل میبینیم که بلافاصله یک مأمور پلیس سوئد رو میفرستن که به این خانم تذکر بده. پلیس میزنه رو شونش، میگه بکش کنار خانم، داری گزارش رو خراب میکنی. ولی این خانم به شکل لجوجانه‌ای روی این حرکت چیپش اصرار داره. در تصویر میبینیم که دو نفر از لباس سبزها که انتظامات تظاهرات هستن هم بهش تذکر میدن که این کار که نقض چارچوب‌های تظاهرات هست رو نکن، چون واضحه که در این تظاهرات قرار نبوده کسی عکس کسی رو بیاره، چه برسه به اینکه بخوای با یک عکس کل تصویر جمعیت رو بپوشونی. در چهره سایر شرکت کننده ها هم یک نوع نگرانی از این بی‌پرنسیپی و لجبازی بچگانه دیده میشه. خلاصه بعد از اینکه این زن به حرف هیچ کدوم از این افراد انتظامات گوش نمیکنه، فیلمبردار و گزارشگر موقعیت رو عوض میکنند و بعد شما تازه متوجه میشید که این فقط رفتار یک خانم سلطنت طلب نیست، بلکه خطشونه و بقیه رفقای ایشون هم روی این حرکت ناشایست اصرار دارن. گزارشگر چند قدم برمی‌داره میره اونورتر، ولی بله، باز هم خانم دوربینی اصرار داره که بیاد جمعیت رو بپوشونه. اینجا دیگه یکی از نفرات انتظامات تظاهرات با حالت خیلی کفری میره سراغ این خانم، میگه ول کن بابا، شما قانونم سرتون نمیشه، داری گزارش رو خراب میکنی، برو بیرون دیگه. یکی از تظاهر کننده ها میاد کمکش که عکس رو هول بده بیرون، ولی تیم سلطنت طلب ها به سنت شعبان بیمخی اصرار دارن که گزارش رو خراب کنند و نفر انتظامات رو عصبانی میکنند. دیگه در پایان کار به جایی میرسه که نفرات انتظامات از چند طرف میرن سراغ اینا که بابا شما دیگه کی هستید و صدای جر و بحث شنیده میشه. آغاز شد و به زنجیره انسانی پیوستن حتما با شما خواهم بود. که گزارش زنده رو تموم میکنن و برمیگردن به استودیو. حالا پیام سیاسی این حرکت چیه؟ خب هر بیننده منصفی متوجه میشه که وقتی تو میخوای به زور و با ضرب قانون شکنی عکس خودت رو جا بدی و روی جمعیت بندازی، اولا معنیش اینه که توی این جمعیت عکست نیست، چون اگر عکست توی جمعیت بود که نیازی نداشتی بیای اینجا این شکلی خودت رو به زور توی تصویر بشپونی. دوما وقتی میای با یک عکس کل جمعیت رو میپوشونی، یعنی داری پیام سرقت تظاهرات میدی، پیام موج سواری میدی که مثلا تمام این جمعیت مال من هستش و این کار نکویده‌ای عزیز من. مردم ایران از موج سواری سابقه خوبی توی ذهنشون ندارن. ما یه بار خمینی رو تجربه کردیم، والله برامون کافیه. و سوما از اول تا آخر ماجرا به این عکس نه از طرف گزارشگر و نه از طرف مصاحبه شونده ها کمترین اشاره‌ای نمیشه. یعنی داری ایگنور میشی. همه میفهمن که این وصله نچسب به این قضیه است. آخرش هم که دیگه داد انتظامات تظاهرات رو در آوردی. آقایون و خانم‌های سلطنت طلب، نکنید این کارا رو. با قلدربازی و قانون شکنی کار پیش نمیره.
بیشتر گل به خودیه.